پروردگار شما به آنچه در دلهای شماست بهتر می‌داند. اگر نیکوکار باشید پس بیگمان خداوند کسانی را که به سوی او رجوع می‌کنند یعنی توبه می‌نمایند می‌آمرزد. حق صاحب قرابت را بپرداز و نیز حق مسکین و مسافر را، اما از اسراف خودداری کن. مسرفان بیگمان برادران شیاطین هستند و شیطان به پروردگار خود ناسپاس است. و اگر از ایشان یعنی ناداران روی برمیتابی که نادار هستی و در انتظار دریافت مرحمتی از جانب پروردگارت می باشی که امید آن را داری، پس با ایشان سخن ملایم بگو. دست خود را بخیلانه به گردن خود مبند و نیز به آخرین حد آن مگشا، به حدی که ملامت و درمانده شوی و زمینگیر گردی. حقا که پروردگار تو روزی را به هر که بخواهد می گشاید یا تنگ می گرداند. حقا که او به مصالح بندگان خیش آگاه و بیناست.